اگر مروچی بلوچ خیابان توکایی، اگر 5 ماه که مردم اوشتاتگن تو شعار دیگایم به خاطر جنایتانی که سپاه پاسداران کده به دستور علی خامنه‌ای می جنینان مورد تجاوز قرار گرفتگن، چه ماهو بلوچا که اصل جنبش ای سر شروع بوده، چه زندانی توکا می جوانان می گوندین چوکان خیابان تها گو اسنایپر تکتیر انداز سران توکا، یعنی تیر جنگ بوده، گردنان توکا، سینهان توکا، پهکن کبرستان توکا وابدگن. همین سپاه تروریستی پاسداران کشتگن، به دستور علی خامنه‌ای کشتگن. تمام جوانانی که هنو سینه خاک توکای از خدا نور گرفته تا هستی و متین و جلیل و عبدالصمد و امید سارانی و جواد پوشه و حمزه نارویی و سامر هاشم زهی، عادل و محمد و عبدالمجید و عبدالجلیل و تمامی جوانان خونی کانی ریچک بوده ته مفرش خاک بوده. آیا به خاطرشی بوده که مروی چی شعاران علیه سپاه پاسداران هست ببن؟ به خاطرشی بوده که ما علیه خامنه‌ای دیگه شعار مده، شعاران براندازانه هست بکن؟ به خاطر فشار، به خاطر ایشی که تهدید بوگانی، به خاطر ایشی که لوتا حمله بکنن ته مشکل ایجاد بکنن. آزادی خواهان تمامی جنایتانی که علیه ما صورت گرفته، علیه آزادی خواهان، علیه مردم، تمامی سالان تها زندگی چانگرک بوده، کار و اقتصاد چانگرک بوده، درس چانگرک بوده، مردمان مجبور کده که مهاجرت بکنن، هزاران نفر مهاجرت کن می سرزمین چه ما پچ کرگان خالی که نگاهی چه بلوچه 10 میلیون جمعیت یارگان. همین هفته هم توکا زمینانش می تخریب بوده. این تظاهرات هم به خاطر یک چیز معمولی نه، این مردم برای آزادی، برای براندازی اوشتاتگن، به خاطر تمامی ماتانی که عرصش رهده، به خاطر تمام آپتانی که چوکانی چه دست دادتگن، تمام چوکانی که یتیم بودتگن، تمامی موومنتی که هستن زندگی آزادی و بلوچستان تکو ماهو بلوچ همزمان اینگو آدگی موومنت و جنبش و زرنبشی که آدگی مناطق تو کنی، از کردستان تا آذربایجان تا لرستان تا اهواز تا تهران، ترکمنان منطقه، گیلکان منطقه، در سر تا سر یه خاک توکا شاید تمام یک فریاد واحدی جنگان. هیچ معامله قبول نه، هیچ معامله قابل پذیرش نه، حتی یک قدم عقب نشینی قابل پذیرش نه، یک قدم عقب نشینی قابل پذیر نشینه. چون استراتژی که سپاه پاسداران اشته یه تروریستان به خاطرش اینه که یک قدمی تر عقب کشنته، بعد دومی قدم، سومی قدم، چهارمی قدم هنچو تر ساکت کن از بین مره. ما باید یحتاجیم که علیه تروریستان بوشته شان ساکت بکنه، جگلش بده. به صرف ایشی که زندانی سیاسی نامگیرک ببیته مسئله خلاص بید. که یک گفتگن این زندانی سیاسی چه زندانی سیاسی؟ همین سپاه تروریستی گفتگن، همشیش که تجاوزش کنه، همشیش زندانان تو که داری اذیتش کنته. اصل مشکل نامه مگیر و کجا منطقی مسئله جور در ورده؟ هیچ منطقی نتونی بپذیریتن که ما در مقابلشان کرنش بکنیم، عقب نشینی بکنیم. ما بر سر خون شهدا آرمانی که آنه بوده وشتاتگم خاطر ای خونش داده، ما خاطر سر وشتین تا آخرین لحظه. اگر ادامه بی دیگه جاهی بیشه که ما بی بدک فکر فرمی عقب نشینی نکنی، معامله نکنی، خون پشتا مردمان آنها پر لگت نجنی برش نگردینه. هر کس که لوتی معامله بکن به خون شهدا معامله بکن، با هر دلیلی که ببیت معامله بکن، ولی ما به هیچ دلیلی معامله نکن. می هبر یک چیزی، ما نه فروپاشی کنترل شده ای رندایم، نه تغییر قانون اساسی رندایم، ما براندازی حکومت رندایم، ما آزادی ملت رندایم و تا مرگ پیماوتی یه خواسته سر وشتیم و رندیم.